وقتی که زیر آب رفت متوجه میشیم برد کف جامعه ببینه چه خبره. گرانی و تورم افسار گسیخته، ناترازی انرژی، مهاجرت نخبگان که آمارهای نگران کننده داره، مهاجر پذیر بودن کارگر سازی در ایران، قاچاق بدون حساب کتاب. ما بنزین وارد میکنیم ولی 25 میلیون لیتر و بیشتر در روز قاچاق میشه. توزیع ناعادلانه ثروت، یه فردی سرش تو ظرف زباله است، یه کسی هم فقط هزینه سگش 60 میلیون 70 میلیونه. باید امروز این